من ساجد هستم، جانم هزاره، نفسم پشتون، رگ‌هایم ازبک، قلبم بلوچ، خونم افغانستان. سلام بر تمام اعضای ایجاد. واقعا من امروز خوشحال هستم که برای دخترای افغانستان زمینی مساعد شده که درس بخوانند و یک مکتب بسیار عالی برگزار شده. ولی چرا دختران نمیتونن درس بخوانند؟ ما همراه معینا و کسای زیادی مصاحبه کردیم، ولی وقتی که سوال کردیم اونا فقط خنده کردن، بس جواب اصلی ما رو ندادن. لطفا جواب اصلی دختران رو بدید. دختران چی گناه دارند که نباید درس بخونند؟ آیا دختران از پسران کلاه کمی دارند؟ اگر کمی دارند بگویند که ما اصلاح کنند، ولی لطفا در مغازه و روی دختران باز کنید تا که دختران همیشه بتوانند درس بخوانند. این درد یک دختر افغان است. هیچ کسی نمیتونه درد یک دختر افغان وقتی که درس نخونه بفهمه. پس لطفا در مغازه باز کنید. تشکر از توجهتون.